سلام دوستای عزیز و بسیار گرامی، خدا کنه دارای صحت کامل باشین. دوستای عزیز، امروز باز هم تور سیوم روز قدم زدن ماست که تقریبا 2 ساعت راسته. دیگه ما آل میریم و از جایی که فیلم برداری میکنیم شما هم لذت ببرید. این دوستای عزیز، دیگه امروز یک منطقه پولبورگ میریم، اما قسمت دیگه طرفش هسته که قدم زدن میریم. دیگه حال فعلا هنوز نه، دیگه به قدم زدن شروع کردیم. این زمان هوا بسیار هولیسته، باران شده اما بسیار هوای تازه و فرش است. این دوستای از هر جایی که میبینید پارکک ها، جای سپورت، جای فوتبال است دیگه، و طفلا و همگی و کلونا و طفلا جور شده دیگه. زیاد مردم به حساب سپورت تشویق میکنن. دیگه منظور ما از امی توری قدم زدن که هست و فیلم هم که میکنم همیسته که شما رو تشویق کنم و قدم زدن و سپورت و قدم زدن که بسیار به صحت خوب است، خصوصا در هوای تازه. این دوستان از ببینید هنوز حالا زمستان هم هست، هنوز هم سرسبز است. ببینید چقدر سرسبز است، چون که حالا بسیار زیاد سرد نیست زمستانش، باران میشه و برف زیاد نمیشه. این دوستای عزیز، قسم که گفتم در هلند هر ریسش که میبین اینم تو هوا از جای هوا بسته، چون جای باران زیاد داره دیگه. در ریسش هم تو هوا بس سرسبزی. دوستای عزیز، بسیار واقعا لذت بخش است. یک هوای نازنین تازه فرش است واقعا. در تو هوا و گشتن بسیار لذت داره. بعضی ها دوستای عزیز در وقت گرمی میشه زیاد قدم میزنن، درست در گرمی هم بزنید، اما در هوا هم بسیار خوب است، بسیار به تنفستان و بسیار به هر لحاظ فایده مند است. دیگه یکی راستی دوستای عزیز گفتم که بعض کسایی که نمی نزدیکای فوربورگ یا لسندام یا دناغ هستن، خصوصا خانما، اگه میخوان تور قدم زدن با ما شامل شدن میتونن که من بتن با زادرس میدیم یک جا قدم میزنیم. دوستای عزیز، اگر شما در زندگیتان یک پلان خوبی داشته باشین، یعنی که تایم بتین یا وقت بتین به حساب قدم زدنتان، به حساب که کار میدین یا درس میخوانین و به حساب ساعتتان هم اگر شما تایم بتین بسیار خوب است، یا وقت بتین، وقت جور کنین. بخاطر بس کساست که تنها یا درس میخوانن یا تنها کار میکنن، اما به حساب ساعت خود دیگه به حساب ساعت خود هیچ به خود وقت جور نمیکنن دیگه. نمی بهتر است بخاطر صحتتان، تندرستیتان، بخاطر خوشیتان شما چی کنید؟ بخاطر یک وقت تعیین کنین که چی وقت تا چی وقت شما باید بخاطر صحتتان سپورت کنین یا قدم بزنین. بسیار مهم است. در تنها دنیا به حساب کار و چون نیست که درست از کارم بکنین، درسم بخونین، اما شما باید وقت به حساب خود هم بدین، به حساب صحتتان. بخاطر بسیار مهم است. دیگه در پولیزی که شما درس میخونین یا کار میکنین و البته شکر کسایی که مسلمان هستیم عبادت میکنیم، عبادت خودمون هم عبادت خود و وقت معینش معلوم است که کدام وقت نماز خوانده میشه، عبادت میشه. در پولیزی شما میتونین یک وقت معین به حساب سپورت یا قدم زدن هم تعیین کنین. ببین چقدر زیباست خانه، مردم زحمت کشتن وطن خود جور کردن. ای کاش که وطنک ما می بود، دولت های صحیح می داشتیم از اول، وطنک ما را پیشرفت میکرد. همگیشان بخیر پول و چی وطن خود فروختن و چی کردن، برباد کردن. این دروغ است که میگن ما وطن دوست هستیم، اصلا وطن دوست نیستن.
اصلا وطن خود تباه کردن، مردم خود تباه کردن، همه گیتیت پاشان شد. خب دیگه حالا زیاد گپای سیاسی نمیزنیم. عزیز دیگه اینجا هم آب و پالکا و مرغایکا چقدر زیبا. بسیار قدم زدن بسیار واقعا لذت میده، هم ورزش است هم لذت بخش است دیگه. اگر کسی دیگه هم همراهتون باشه خب خوب زیادتر لذت بخش است، چون که هم تا شما تا هر جا قدم میزنید قصه میکنین ساعتون تیر میشه. اگر بازم نبود نگوین که حالا تناسم مشکل است قدم نمیزنم تناسم، فقط میتونین که در تنهایی هم اگر کسی نبود بیکار نبود همراهتان بگردد میتونین در تنهایی هم لذت ببرین، قدم بزنین، از طبیعت زیبایی که خداوند با ما عطا کرده لذت ببرین. اگر تنها با فکر کنیم با طبیعت زیبا صحبت میکنین، با طبیعت زیبایی که الله بزرگ با ما عطا کرده. دستای عزیز اینجا گرسته بعض درخت ها که بسیار کلان میشه بازم یک قسم چون زمین اینجا بسیار نرم است نزدیک به چپه شدن میشه، باز بختر از کدام مشکل جور نشه، باز تغره میکنن درخت ها را، باز بجایش باز دیگه انت نهالا نیال میگیرن، این قسم نیال هسته یا میرن باز بجای زو میشونن. این هم درخت های که اینا عرق کردن باز آنها نیال گرفتن، تقریبا 3 درخت عرق کردن، 3 تا نیال گرفتن که باز بجای زو بشونن. اینجا که از دوستای عزیز اینجا یک جایی است که به حساب مردم رشته میخوانن، شاگردان که از مکتب خلاص میشن باز اینجا رشته های انتخاب میکنن، اینجا میخوانن مثلا نرسنگ است یا دیگه بخش هست انتخاب میکنن میخوانن. اینجا هم که از کلیسایشان هست دیگه، روزای یکشنبه اینجا میان دیگه. به حساب مسجد خو مسلمان ها هر روز میرن، باز وقت روز جمعه همه میره به نماز خواندن، اما به حساب از اینا کس تنها روزای یکشنبه میرن به عبادت به کلیسا. دیگه اینیا موتورسیکل کاست که در هر ماندگی است، باز اونا کارت میذارن، کدام کود است میگیرن با کسایی که لیسانس داره، البته باز زیر کرایش میتن خلاص تا هر جا که کار دارن استفاده میکنن، بعد از او بس در جا شد استاد میکنن خلاص. به حساب اسکوتر میگن، موتورسیکل نه اسکوتر اکا. دوستای عزیز حالا کس نه زیاد تا مرغکا و فیل مرغکا بسیار زیاد است دیگه، فیل مرغ دیگه مرغویکا چون اینجا ها زیاد است. حالا فعلا خود زمستان است دوستای عزیز، وقتی که گرمی میشه اینجا بسیار سرسبز مقبول میشه.
اینجا جای آوازی است که داخلی است دیگه. تکت میگیره مردم داخلش آوازی میکنه و بعضی ها که آوازیات ندارن اینجا کورس میگیرن آوازیات میگیرن. دوستای عزیز دیگه حال قدم زدن رو به اتمام خلاص است دیگه. تقریبا 2 ساعت قدم زدیم دیگه. امروز هم به حساب تور قدم زدن تنها بودم. بخیر ببینیم که دیگه روز که همراه من یک جایی باشه. شما رو به الله بزرگ تا نامی سپارم.